درود بینندگان گرامی. شهر بخارا در طول عصرها یکی از مرکزهای مهم علم، فرهنگ و معرفت خلقهای آسیای مرکزی به حساب می رفت. در این شهر مدرسه های زیاد فعالیت می کردند که دانشمندان و ادیبان معروف را تربیت نمودند. یکی از چنین شخصیت های بزرگ ادیب معروف تاجیک صدرالدین عینی می باشد. او سالهای جوانی خود را در مدرسه های بخارا گذرانیده در یکی از حجره های مدرسه زندگی می کرد. این حجره امروز همچون یادگاری تاریخی به حساب می رود. یکی از بزرگترین ادیب، معارف پرور و اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی می باشد. صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در دهی ساکتره ناحیه غژدوان ولایت بخارا به دنیا آمده است. پدر او سید مراد خواجه می باشد. او شخصی خیلی باسواد بوده است. از برای همین پسر خود را هم مثل خود خط و سوادناکتر کردن برای به دهی خودش به مکتب کهنه می سپارد. لیکن در آنجا سواد عمیق گرفتن نمیتواند صدرالدین عینی. از همین برای پدر او را به مکتب دخترانه می سپارد. در آنجا صدرالدین عینی 10 سال تحصیل میگیرد و در سن 10 سالگی مکتب را ختم میکند و به بخارا میر عرب، کوکلداش مدرسه ها رفته تحصیل خود را دوام میدهد. در دوام 16 سال در آنجا تحصیل میگیرد و سال 1908 سال این مدرسه را ختم میکند. صدرالدین عینی در دوام حیات خود بسیار اثرها ایجاد نموده است. یکی از آنها آدینه، مرگ سودخور، داخونده، مکتب کهنه، یادداشت‌ها، یتیم، غلامان، مثل همینا اثرهای بزرگی او را تا حال حاضر ما هم خوانده ایستادگی به حساب میرویم. در یادداشت‌ها صدرالدین عینی اثرگذراندگی حیات خود را از دور اوانی کودکی نوشتگی به شمار می‌رود و این همان یادداشت‌ها اثر خود را خود صدرالدین عینی به زبان ازبکی هم ترجمه کرده است. از این ما می‌بینیم که صدرالدین عینی غیر از زبان تاجیکی زبان ازبکی را هم خوب می‌دانسته است. صدرالدین عینی به برابر نویسنده بودن خود شعر هم ایجاد می‌کرده است. او مثل همون شاعر هم شناخته می‌توانیم ما صدرالدین عینی را. یک پارچه شعری از صدرالدین عینی من از گفته می‌دهم: بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم، به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خار گردد. در زمان زندگی صدرالدین عینی در بخارا 10 مدرسه ها فعالیت می کردند. مدرسه ها نه تنها مکان تحصیل بلکه مرکز مهمی فرهنگی و علمی بودند. در آنها دانشجویان علم‌های گوناگون را می‌آموختند، از جمله علم‌های دینی، تفسیر قرآن، حدیث، فقه، زبان و ادبیات فارسی، منطق، فلسفه و ریاضیات، تاریخ و دیگر علم‌های زمان. عمر عینی از برای خلق صرفی خامه شد. خلق ما را دفتر عینی شهادت نامه شد. البته شاعر درست قید کرده میگذارد که صدرالدین عینی نه فقط برای گوییم که خود، برای خلق خود، برای ملت خود، برای وطن خود، برای ادبیات خود، برای تاریخ خود یکی از ابرمردان به حساب می رفت. دانشجویان در زمان عینی در حجره‌های مخصوص مدرسه زندگی می‌کردند. این حجره‌ها عادتاً خرد بودند و شرایط عادی زندگی داشتند. با وجود این برای دانشجویان آنها مکان مهم آموزش و مطالعه به شمار می‌رفتند. صدرالدین عینی در همون مدرسه های بخارا تعلیم گرفته است و اون کس تصویر میکنن که این هر یک مدرسه بخارا چنان طالب علمان را تیار میکرد که آنها از علم حدیث و قرآن و دیگر بزرگان که پیشگذشتگان آنها بودند تعلیم آموختند. من وقتی که امروز مدرسه کوکلداش وارد میشید، حجره عینی اقامت کرده بود در همانجا را میبینید. آن هم آباد کرده شده است. در آنجا همون پاس خاطری که عینی همونجا طالب علمی مدرسه کوکلداش بود نیز آنجا مشاهده کرده میتونید. البته امروزها در دانشگاه دولتی بخارا در بخش تاجیکی ما اثرهای صدرالدین عینی را همچون یکی از اثرهای بهترین ادبیات معاصر تاجیک تعلیم میدهیم و امروزها هم تحقیقات های جداگانه درباره حیات و فعالیت یا اینکه اثرهای جداگانه صدرالدین عینی
تا امروز برگزار است. از همین نقطه نظر ما گفته گذاشتن میتونیم که صدرالدین عینی برای مردم ما، برای خلق ما در هر دور و زمان با اثرهای خودش محبوبیت خود را هیچ وقت از دست دادن نمیتواند. حجره ها برای دانشجویان مکانی مهم آموزش و مطالعه به شمار می رفتند. حجره ای که صدرالدین عینی در آن زندگی می کرد یکی از چنین حجره های مدرسه بود. این حجره برای صدرالدین عینی مکانی آموزش و تشکل فکرهای ادبی گردید. دوره ادبیات شناسان پیش قدم همون زمانم اون کس بسیار شته میخیزن، خدمت‌های همون هم میکنن. بعد اون کس بودگی اقتدار دیده صدر زیا شریف جان مختوم صدر زیا قاضی در اون کس انمه حجره سال 1908 سال به خریده میتن. اون کس 10 سال در همینجا زندگی میکنن. وقتی که انقلاب جدیدان بخارا میشود به نمایش اون کس سخت مقابلت میکنن، نمایش دوام در کار نمیگن. لیکن جدیدان دو گروه به بلاک میشن و تقسیم میشوند و نمایش رو میگذارن. این برای همه وقت قواهای ریاکسیونی بخارا در کار بود و آنها برای پخش کردن همه قوای آزادخواهی که مدنیت اروپا را به بخارا آوردن بودن سر میکنند و جدیدان نامبرده از جمله صدرالدین عینی رو از خود همه حجره 5 کره گرفته میروند و 75 دره میزنند. صدرالدین عینی خودشون 15 اپریل تولد شدند. بینید که 13 اپریل اون کس 75 دره میزنند. بعد از این سال 1907 سال اون کس کاگون به شفاخانه به شفا میگیرند. سانه بعد شهر سمرقند به میروند. در شهر سمرقند سالهای زیاد عمر میگذرانند، همونجا به خانه‌دار میشوند. صدرالدین عینی گرچند سمرقند به زندگی کردند، گرچند دوشنبه به عمر گذراندن، وقتش که تو بخارا آمده میسودند. هر یک آمدن اون کس بخارا به یک نویگری برای همین طالب علمان بخارا، برای عالمان بخارا پیشنهاد کرده میرفتند. در تشکل جهانبینی عینی زندگی در مدرسه تأثیری کلان بخشید. در همین جا او با آثار شاعران و ادیبان بزرگ شناس شد و به ادبیات شوقی زیاد پیدا کرد. بعدتر این تجربه ها در اثرهای او از جمله در کتابی مشهوری یادداشت‌ها انعکاس یافتند. در این اثر او از زندگی دانشجویان مدرسه، شرایط تحصیل و روزگار مردم در بخارای آن دوره به تفصیلات نقل می کند. یکی از اثرهای مشهورترین و پرجسته‌ترین صدرالدین عینی مرگ سخر به حساب می رود. این اثر خود را صدرالدین عینی در دوام 20 سال می نویسد، یعنی سال 1935 سر می کنند و سال 1953 به اتمام می رسانند. این اثر اساساً اثر قهرمان قاری اسمت یعنی اشکمبه در مردم وقتی که آن را با لقب اشکمبه می شناختند، برای این خیل گفتن آنها قاری اسمت همین خیل تصویر می شود که اشکم کلان، میان قد و گردن کوتاه به حساب می رفت. وای همین خیلی سودخور به حساب می رود که حتی پول خودش را فقط جمع می کند و به بانک می گذارد و آدمان می گویند که جمع مقدار پول او به 2 میلیون می رسد. وقتی که یک دانشجو به بخارا می آید برای تحصیل گرفتن، حجره کافتکاو می کند و قاری اسمت را می بیند. وقتی که قاری اسمت را می بیند از او حجره می گیرد و او را تصویر می کند که او همین خیلی خسیس آدم به حساب می رفت که حتی در خانه خود طعام نمی خورد و هر روز پنجشنبه با وقتی که آدمان حجره داده بود برای اجاره به همان جا رفته زندگی میکرد و از همانجا طعام میخورد. میگن وقتی که او به کدام یک دکان میرفت از او یک لقمه میگرفت و به دهانش یک لقمه میپرتافتند. وقتی که او حتی میگن در خانه اش حتی در یک شبانه روز یک دانه چوب گوگرد را استفاده نمیبرد. وقتی که به بخارا بولشویک‌ها آمده تمام بانک را مصادره میکنند، در آن وقت صدرالدین عینی هم وقتی که به بانک پول خودش را میگذاشت پول صدرالدین عینی را هم میگیرند. وقتی که این خبر به قاری اسمت رسیده آمد و این را وی فهمید و کلکم تو یک ندا کشید و وفات کرد. ما از این اثر به خلاصه آیم کرد در اینجا درباره سودخوری خصیصی آمده ایستاده است. اثرهای استاد صدرالدین عینی تا حال حاضر قیمتی خود را گم نکرده است. امروز
حجره صدرالدین عینی در بخارا همچون یک یادگاری فرهنگی و تاریخی ارزش دارد که چگونه یک جوان دانشجو در شرایط عادی به شخصیت بزرگ ادبی تبدیل یافت. این حجره رمز تلاش علم، دانش آموزی و محبت به فرهنگ می باشد. خانه موزه این کس را در شهر سمرقند، جای تولد شدگیشان در دهه ساکتری ناحیه غجدوان، قشلاق مادریشان در دهه محله بالای شافرکان زیارت شده. قبر این کس هم دوشنبه به زیارت کردم. اینه بینید که بخارا بار اول به حجره اون کس وارد شده ایستادیم. صدرالدین عینی سردفتر ادبیات نوین تاجیک. اینه بینید که بخارا دو کرات وطن زبان تاجیک است. بار اول استاد رودکی اینجا به آنده به ترتیب در آوردن شعریت تاجیک را. بعد 1000 سال اون کس استاد عینی ادبیات ما را به ترتیب نو در آوردن. خدمتشان به نهایت بزرگ، حتی برای تشکیل کردن ریسپوبلیکای تاجیکستان هم جانبازیشان است. ملت تاجیک در اینجا بودگیش اثبات کرده توانستگی انسان هستند. این کس آثار ادبی و بدیعی، علمی و یادداشت‌های استاد عینی آنقدر سرپهلو می باشند که آنها نه فقط پایه ادبیات نوین تاجیک را گذاشتند، بلکه اساس علم تاریخ و فرهنگ مردم را نیز بازگو نمودند. اثرهای صدرالدین عینی ما به واسطه گفته گذاشتن میتوانیم که همون آشرکای مشهور صدرالدین عینی، قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک و اسیانی مقنع است که خواننده که این آشرکای صدرالدین عینی را میخواند البته به دل خواننده یک نوع مهری وطن دوستی، وطن پروری، یک نوع میهم پرستی را مدن میتونیم، چون که در این اثرها نگاه داشتن آب و خاک وطن از دشمنان یا اینکه اجنبیان بر اعلا عکس خود را یافته است. ما همون قهرمان خلق تاجیک و اساساً میتوانیم که همون حمله مغول و سرزمین آسیای میانه و تیمور ملیک بسیار جانبازی میکند و وطن خود را از حمله چیکار کند، یک نوع آزاد کند. همین گونه مسئله ها البته امروز برای خوانندگان ادبیات بسیار اهمیتناک است که امروز نسل نورست را به روحیه بلند وطن دوستی تربیت کردن میتواند. با گذشت سالها تأثیر آثار علمی و بدیعی استاد برای تشکل معرفت و معنویت انسانیت خاصتاً آسیای میانه بیشتر می‌گردد. اولین پویستی کلانترینی استاد عینی جلادان بخارا میباشد، سال 1920 نوشته شده است. در این جلادان بخارا یعنی حیات همان دوره وزنی‌ترین بخارا عکس یافته است. بعد وی پویستی آدینه و رمان‌های کلانترین داخونده غلامان را استاد عینی نوشته گذاشتند. استاد عینی یک شخص بزرگ میباشد که با رواج رونق ادبیات تاجیک و هم ازبکان و بین دوستیگری خلق تاجیک و ازبک را رشد دادن، انکشاف دادن. استاد عینی خدمت‌های آن کس بسیار کلان میباشد. خدمت‌های استاد عینی نه تنها در رشد ادبیات تاجیک بلکه در پیشرفت علم‌های ادبیات شناسی، یعنی از نوع احیا نمودن عرف و عادت و عنعنه‌های ملی بی‌نظیر است. خودش بشناسن. خودشناسی مردم با صدرالدین عینی بسا خدمت بزرگی کردند. گریم قصه تیمور ملیک، اسیان مقنع، چینگیزی عصر 20 درباره گیتلر نوشتن و این اثرها بود اون کس خلق تاجیک، خلق ازبک، الان دو خلق یک دیگرش از قدیم الایام یک جا زندگی کرده، یک دیگرش وقتای لازم بود دستگیری کرده، در همه کتابشون گفته نوشته بودن. استاد عینی توانست که ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیکان را به جهانیان معرفی کند. خلق بومی و قدیمی بودن آن را در حدود آسیای میانه ثابت نمود. خداحافظ.
بر قصر جانان سکند دوش پنهان می شدم بر قصر جانان سکند نرمک نهادم پای را رفتم به ایوان سکنک دیدم نگاری خویش را در تخت زر بر خواب خوش من از نهیبی خوابی و شون بی لرزان سکنک کردم دو انگشتی دراز آهستکک آهستکک کردم دو انگشتی دراز آهستکک آهستکک برداشتم برقعی روی ماهی تابان سکنک برداشتم برقعی روی ماهی تابان سکنک در خواب جنبانیدمش یک نیمی نرگس باز کرد در خواب جنبانیدمش یک نیمی نرگس باز کرد شد برخی همچون مهش زلفش پریشان سکنک شد برخی همچون مهش زلفش پریشان سکنک گفتا چی داریم مدعا گفتم زلالت بوسه ای گفتا چی داریم مدعا گفتم زلالت بوسه ای گفتا نرنجت خاطرت ای شوخی نادان سکنک گفتا نرنجت خاطرت ای شوخی نادان سکنک گفتا کی حافظ خیزورم بر صوبتی ایوان شاه گفتا کی حافظ خیزورم بر صوبتی ایوان شاه بر شاخانه قصه را از یار پنهان سکنک بر شاخانه قصه را از یار پنهان